از نظر جناب باب جایز نیستش که هیچ علمی به غیر از کتاب بیان تدریس شه. تمام شد رفت. دانشگاه رو تعطیل کنید. همه چی رو باید تعطیل بکنید. فقط بیان. کجا؟ حکم دینیش. لا یجوز التدریس فی کتب غیر البیان. جایز نیست هیچ کتابی تدریس بشه غیر این بیانی که خودم آوردم. دستور بعدی بیان عربی، کتاب بیان عربی صفحه 42. دستور است که همه شهروندان در صورت توان کتاب‌های جناب باب رو بخرند. عربیشو براتون بخونم لذت ببرید. ثم العاشر، سپس دهم، اصلاشو داره میگه. اذ استطعتم، اگر استطاعت داشتید، تونستید، کل آثار نقطه خودشه، کل آثار نقطه تملکون ولو کان چاپا. گفت باید آثارشو گیر بیارید بخرید حتی اگه چاپی باشه. وای، یعنی فاتحه زبان عربی رو خوند، نه چه دارن نه په، ولو کان چاپا. خب ببینید اینا، حالا من میگم آقا اون زمان ملت با چی میگی؟ با چه روی تو داری میگی بهاییه؟ بابا ریشت رو یه نگاه کن، جان مادرت، یکم خجالت بکش. حتی ایشون اینا ادعای خوشخطی میکردن همشون دیگه، حتی بهاءالله هم بعدش ادعای خوشخطی کردن، معجزه میدونستن خودخطی کنن. ولا تعلمن خط الشکسته. باید بر همه شما واجب است خط شکستش فارسی الف و لام عربی گرفته، یک افتضاحی ها. اینقدر غلط قلوت قواعد عربی داره که نگو. اومدن مجبور شدن یه حکم بذارن، گفتن دستور زبانتان غلطه. دستور زبان اونی که پیغمبر استفاده میکنه، یعنی باب. حکم بعدی، تمام کتاب ها رو از بین ببرید. هیچ کتابی غیر از من نباید نگه دارید. یعنی آقا اینا اگه حاکم بشن بر دنیا تمام کتاب ها رو خواهند سوزاند. الباب السادس من واحد السادس فی حکم محو کل الکتاب، تمام کتاب الا ما انشأت او تنشا فی ذلک الامر، به غیر از کتابی که ما گفتیم انشاء کردیم.